خب تو ویدیو قبلی درست کنم معرفی نکردم و برای اینکه هیچ مشکلی هم میدونم برام پیش نمیاد، چون یه مراحل قانونی کارم انجام شده. من سیاوش فرخزادم، متولد تهران، بچه تهران پارس حکیمیه و متولد 74 هم هستم، تتریتی هم و سال 97 98 هم که اون کلیپو گذاشتم و من به عنوان سلطان گل ایران معرفی کردن. از تتلیتی ها میخوام حمایت کنن، سابسکرایب کنن، یه خورده بیشتر با هم باشیم. میگم من میخوام برگردم تو داستان، برگردم تو فضای مجازی، جایی که توش استاد بودم، جایی که اولین بودم و هنوز چنلم هست، پاک نشده. اولین چنل وید تو ایران بودیم، بزرگترین چنل وید تو ایران. و میگم توی گوگل هم سرچ کنید دستگیری سلطان گل ایران، فیلم من میاد بالا. البته فیلم هم خودشو گذاشتم اومده بالا. و اینکه از تتلیتی هم حمایت کنن، سابسکرایب کنن که ببینیم چی پیش میاد دیگه. امیدوارم که خود سلطانم این ویدیو رو ببینه. ممنون.